سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به ویدیویی مملو از مار، سوسک، موش، عنکبوت و هر جک و جونور دیگه ای که دم دست مستر بیست بوده. در واقع این ویدیو مجموعی از چالش‌های کوتاه و خنده‌دار مستر بیسته. بریم این ویدیو جذاب و با یه دوبله فارسی جذاب‌تر با هم ببینیم. ما اینجا یه وان پر از مار داریم. سلام، چطوری؟ هر کدومتون که حاضر باشه تو این وان بشینه من به مامانش $10,000 میدم. ببخشید مامان. بذار لااقل حرفم تموم بشه. آره خلاصه هر کی حاضر باشه تو این مارا بشینه من به مامانش 10,000 تا میدم. ببینم میخوای تو اول بری؟ مامانم قراره به تو افتخار کنه. ایشونم برایانه مربی مارهای ما. شروع کنیم. بفرمایید اولین ما رو بندازید روش. بابا چقدر بلدی ها. داره خودش منقبض میکنه. مشکلی نداره ها. میخوایم 20 تا مار دیگه هم بندازیم روش. 20 تا 20 تا دیگه. این مار پول پرستیه، نگاه میخواد پولا رو بدزده. نگاه قیافشو. تبریک مامانت همین الان $10,000 برد. بزن بریم. تو این جعبه $15,000 پول نقده و البته چند تا سوسک گنده. کارل هر چقدرشو بتونی در بیاری مال خودت. عمرن رفیق. جف داداش یه دقیقه بیا اینجا. جف صدا بردار ماست. سلام بچه‌ها. میکروفونو بده یه لحظه. بله. احتمالاً فهمیدی میخوایم چی کار کنیم. خدای من. ببین جف، هر چقدر پول که بتونی از این جعبه تو 60 ثانیه آینده در بیاری میشه مال خودت. خب شروع کرد. تا اینجا $500. یادم رفت زمان بگیرم، همینجور تو سرم میشمارم. بگیم 50 ثانیه. سوسکه رو بپا. خدا داداش دستت خورد به با خیس عرق بودی. حواست باشه 35 ثانیه. وای نه. خب دیگه میخوام از 10 بشمارم. 9 8 حوصله‌ام سر رفت. 5 3 2 اگه سوسکه رو ناز کنی 1 ثانیه دیگه بهت میدم. و 1 شما $9,340 بردیم. مبارک ها باشه. این یه دمبل نیم کیلویی. میتونی بزنی؟ کریس هر یه باری که اینو بزنی من بهت $1 میدم. واقعا؟ نوچ. اما هر یه باری که بیا اینجا نوآه بتونه اینو بزنه من به اون $1 میدم. همینجوری شاباشا رو میریزم. میخوای یکم سریعتر بزنی؟ جون شابا الان میتونی هر چقدر دلت خواست بزنی و هر چقدر تونستی پول در رفیق منو امتحان نکن، اگه بخوای تا صبحم اینجا میمونم. جدی؟ باشه ببینیم. داداش من باختن تو کارم نیست، قشنگ تا $1,000,000 میرم. طارق اگه بذار این جونور زشتی که اینجا 30 ثانیه روت باشه من به مامانت $10,000 میدم. مامانت هم آوردیم که تشویقت کنه. آره طارق تو موفق میشی. باشه مامان ممنون. اگه ترسیدی چی میگی؟ میگم این عنکبوتو از رو بردارید. خب اگه گازت گرفت 2 برابر میدیم. اینجوری خوبه؟ وای نه. اینجوری گفتم چون گاز نمیگیره. چیزی خب زمان نیست. شروع شد. پسر خوبی باشی نمیخورد. آروم باش. وای داره میاد بالا. آی خیلی بده. طارق دارش تازه 5 ثانیه گذشته. آروم ای وای. تقریبا 30 ثانیه شده. یکم دیگه تحمل کن. چیزی نمونده. یک کم دیگه. میخواستم بره رو صورته. آره تونستم. مستر بیست ممنونم که گذاشتی یه عنکبوت روی پسر راه بره. خب شما بی زحمت بیا اینجا وایسا. ممنون. باشه. حالا من چرا باید اینجا وایسام؟ چرا؟ کارل ما اینجا یه شرکت کننده داریم و اگه تو بتونی رمز اون گاف صندوق رو حدس بزنی هرچی توشه به ایشون میرسه. باشه. پاشو دیگه افتادی میگی باشه. چقدر تنبلی. چندلر یه کاری میخواستی بکنی. آره حلش میکنم. آها کار راستی یادم رفت بگم ما قراره هر 10 ثانیه یه دونه موش بندازیم اون داخل. تمومش کن، جدی میگم. چندلر بعدی لطفا. دوست داشتم یکی رو زودتر بفرستم. کنار گاف صندوق پنیر گذاشتی؟ بله کنارش پنیر گذاشتیم. وای خدای من. یه راهنمایی میکنم. اون موش گنده رو میبینی؟ آره. رمز گاف صندوق رو زیر موشه نوشتیم. نه دروغ. آره راست میگی، دروغ گفتم. اما رمز یه ربطی به تاریخ تولدت داره. وای موشه رفت سراغ پنیره. خدا جون. به نظر رمز چی میتونه باشه؟ میخوام کمکت کنم. گفتی تاریخ تولدمه دیگه. پس معطل چی هستی؟ زود باش، من میخوام سریعتر عمل کنی. برو. اشتباه بود که. خب شاید بعد یه روز بعد از تولد تو بزنی ببین میشه. جیمی. او منظورم یه روز قبلش بود، ببخشید. موفق شد. تو خب ببینیم تونستی. چی داخلشه. ببینم اون مال من نیست. شرمنده امروز رفتم خونتون عروسکتو دزدیدم. مال منه، اون فلشه. به جز عروسک چندلر $20,000 پولم تو گاف صندوق. این چالش‌های قدیمی مستر بیست هم باحال بودن و هم خیلی سخت نبودن، هم بعضی وقتا مثل این دختره بدون اینکه اصلا کار خاصی بکنی برنده جایزه میشی. همینجوری پول بهت میدن، گیو اوی میکنن. $20,000 پولم تو گاف صندوقه. تبریکات ویژه همین الان مال تو شد. آره بزن بریم. ممنونم
میکنم وسط کار. برو گم شو. خب برگشتیم سر صحنه فیلمبرداری مارا، ولی این دفعه به جای مار یه وان پر از خیارشور داریم. وای خدا بو سگ مرده میده. نکن چندلر. همچین کاری کردی. یادتونه تو این ویدیو چندلر حاضر نشد به خاطر $5000 خیارشور بخوره؟ از خیارشور میترسه. چندلر بیا اینجا. خیارشورا نمیخورنت، نترس. از خیارشور بیشتر میترسی یا از مار؟ خیارشور. عقلاشی وضعت این نبود. دقیقاً. میخواستم اگه بری توش به خواهر $10,000 بدم، ولی اگه همین الان بپری توش به خواهر $20,000 پول نقد تقدیم میکنم. ببین چندلر، به یه همبرگر بدون خیارشور و پیاز فکر کن. نه یا میتونی به 20,000 تا فکر فکر کنی. میکنی داشت جنمشو داره 20,000 تا رو ببره؟ من یه جورایی به این شرایط عادت دارم. خب 20 زود باش ثانیه چندلر، شروع تو از شد. پسش برمیای، فقط به یه چیز دیگه فکر کن. چندلر موفق میشی عاشقتم. تو میتونی، تو 10 میتونی. ثانیه. وای هلش داد تو. داره هلش میده. دستم بکن تو. کن حالا کامل میلان برو. ساندویچی. قبوله آقا قبوله. آه چندلر. داداشت فرار کرد. میدونستم اگه پولو نکنم $20,000 عمرن انجامش میده. منم داشتم به همین فکر میکردم. اما در نهایت موفق شده و برای تو $20,000 پول به ارمغان دوست دارم. نو وای پشمام چقدر حالا در برده. تقریبا 20,000 تا. $20,000. چی؟ من میتونم نجاتت بدم اما نیاز دارم یکم از این پولا بردارم. الان برمیگردم. خیلی خوب. بعدن دوباره میایم سراغ این دوستمون. نولان یادت کارل تو رو شکست داد و یه جزیره رو ازت دزدید؟ بردم. اون جزیره $800,000 پولش بود. کارلینو بگیر یه لحظه. تو این مایکروویو $8,000، یعنی 1% اون جزیره. اگه بتونی کارلو تو مسابقه شنا شکست بدی 1% جزیره مال تو میشه. حالا این چرا تو مایکروویو؟ چرا تو مایکروویو نباشه؟ آقایون حاضر باشی. با شمارش من 1 شروع کنید. قبل از اینکه هفتمیشو بزنیم نولان اون جزیره‌ای که باختی رو یادت بیار. تو هیچ شانسی نداری، این تاوان اون بولینگه. کارل اگه تو هم ببری 8,000 تا گیرت بیاد. باشه. نه 7. خب 2 رقمی شدیم. آی کرم نریز گیری. همینجوریش هم دارن میمیرن. اون میخواد با من چیکار کنه؟ 16 17. وای دیگه ای وای. نمیتونم. آره من تو رکوندم، تو باختی. نولان کارل بدبخت که رکب خورد. بیا این جایزه برای تو. میتونی ببری خونه. عالیه. مایکروویو و مشانتیا. خب ما اینجا رندی رو داریم. امروز صبح من یه توییت زدم و از 1000 نفر خواستم که بیان اینجا. آره خلاصه الان 1000 نفر آدم اونجا منتظرته. همشه. و تو اگه بتونی این متن چرت و پرت رو جلوشون بخونی $10,000 بهت میدم. باشه میخونمش. خیلی خوب. ممنون که اومدین اینجا. ازتون میخوام تا 3 دقیقه دیگه کاملا به من توجه کنین. میخوام درباره این صحبت کنم که چرا یوتیوب از هر چیز دیگه بهتره. چون دریم داره، پیودیپای، جکس پیس، سپتایس و خیلی های دیگه. بچه ها اینا اسم چند تا از یوتیوبرهای معروف اون زمان بودن. البته الان هم هستنشون ها، ولی خب خیلی هاشون زودتر از جیمی معروف شدن و تو یوتیوب مردم میشناختنشون. و خیلی های دیگه. حالا با من همراه همه اسما رو غلط گفتی. باورم نمیشه داره میخونه این متنی که نوشتیم خیلی مسخره است. باشید. میشه بگین هویا ممنون که اومدین اینجا. قابلی نداشت. خب نظرت چی بود؟ خیلی مزه داد. راستش چیزی نبود که انتظار داشته باشم، ولی جالب بود. تجربه خوبی. خب قبل از اینکه جایزت رو بهت بدم یه لحظه بیا اینجا. این شما و این مخاطبین واقعی. تو در واقع داشتی واسه 1000 تا مانکن و کریس و کارل سخنرانی میکردی. سلام. این $10,000 خدمت. خدا جون نمیدونم با این پول چیکار کنم. من این پولو میخوام بدم به مامانم و بخششم میدم به ماری بهت. آخه بهش گفتم که یکم به اون میدم. بابت این فرصت ازتون ممنونم. وای خدا هنوز دارم میلرزه. خب ببینیم کریس با اون همه پول که برداشت چیکار خب کرد. داریم میریم خرید کنیم. میخوام برای نوعای تراگون بخرم که قیمتش $400 که خیلی زیاده، اما اگه بازوهاش خوب کار کنن پس اون میتونه پول خیلی بیشتری به جیب بزنه. نه اوه وایسا، اون $600. فکر نکنم به $600 نیاز داشته باشیم. من برگشتم. حالا بیایید ببینیم که این مرد چطور یهویی $1000 به دست میاره. خب الان 20,000 تا دیگه الان صاحب. میخوای بمونی اینجا ماساژش بدی؟ فرانک یادت هست فیلم بردار بودی؟ آره. خب حالا دیگه یه ماساژوری. خب حالا ما ماساژش میدیم تا قوی تر بشه و پول بیشتری ببره. خیلی قضیه عجیبی شد. بریم بعدی. یکی از این نقاشی‌ها $10,000 پولشه. میتونید حدس بزنید کدوم؟ 3 ثانیه وقت دارید. اگه حدستون این یکی بود ریدید، چون این یکی نیست. اینو کارل کشیده. داشت خفن شد. این یکی رو کریس کشیده. این یکی رو هم چندلر.
و این یکی نقاشی $10,000 که از یه نقاش حرفه‌ای خریدیم. اشلی 4 تا نقاشی اینجاست. شاید عجیب باشه ولی یکی از این نقاشی‌ها $10,000 پولشه و 3 تاشون هم مفت نمیارزن. اگه بفهمی کدوم نقاشی $10,000 پولشه میدمش به خودت. خب شروع کن. باشه. آره میدونم خیلی راحت. همونی که بیشتر از هم یک پارچگی هنری داره. من میخوام اینو انتخاب کنم. این یکی مطمئن این نمیخواد بیشتر حسش فکر شما کنی. میگه که اینو انتخاب میکنم. پس فکر میکنی این نقاشی $10,000 پولشه؟ آره فکر میکنم خودش. متاسفانه باید بگم که این نقاشی رو کریس کشیده. نقاش کی بودم من؟ آره آره. داداش من بزنی تو کار نقاشی. متاسفانه شما 10,000 تا باخت. باشه. واقعیتش دلم نیومد. میذارم یه بار دیگه انتخاب کنی ولی این بار آخره. اگه تونستی پول گیرت میاد. باشه فکر کنم بهتره اونو انتخاب کنم. زرش حالا 50-50 شد. یه شانس دیگه هم بهت میدیم. به نظرت کدومشو چندلر نکشیده؟ میخوام اینو انتخاب کنم. پس فکر میکنی نقاشی اصلی اینه؟ آره فکر میکنم این نقاشی $10,000. متاسفانه بازم گند زدی. این یکی نقاشی $10,000 بود. یعنی واقعیتش هر جور فکر میکنم بدتر از این نمیتونستی انتخاب کنی. آره فکر میکنم حسابی گند یه زدم. جوری باختین نمیشه هیچ کاریش کرد. بچه این از معدود دفعه هایی بود که شرکت کننده نتونست جایزه رو ببره چون واقعا خیلی بد انتخاب. یعنی 4 تا گزینه بود 3 بار این اشتباه انتخاب کرد. دیگه به چیش جایزه میدادن. آره فکر میکنم حسابی گند یه زدم. جوری باختین نمیشه هیچ کاریش کرد. پس بزن قدش. من میرم دیگه. به فوی سلام کن. حالتون چطوره؟ ما اینجا یه تناب واسه مسابقه تناب کشی داریم. فوی از اون 3 تا بروسلی که اونجان یه دونشون رو انتخاب کن تا باش مسابقه بدی و $10,000 ببری. من کارلو انتخاب میکنم. ببخشید اسم این پس کریسه. میخوای سر $10,000 با کارل مسابقه برای بدی. $10,000 حتما. خیلی خوب. 3 2 1 برید. ای وای 10,000 تا مبارکت. اما یه پیشنهاد دیگه برات دارم. من 10,000 تا تو میکنم 20,000 تا و یه نفر دیگه از بچه‌ها میره اون برای تناب. ولی اگه ببازی همه چی رو میبازی. 2 برابر یا پس هیچ. 2 برابر یا قبول هیچ. میکنم. خیلی خوب انتخاب کن نفر دوم کی باشه. میخوام با چندلر مسابقه بدم به خاطر جوراباش. 3 2 1 برید. ای وای شما میتونی تو میتونی کارل که رفت. یکی دیگه مونده. تبریکات ویژه. حالا تو $20,000 پول نقد داری. خودت میدونی میخوام چی بگم. با ستاشون صادقانه بگم حس میکنم داخل قفسه سینم خونریزی کرده. پس همین 20,000 تا بسه؟ من 20,000 تا رو برمیدم. از میگی از من ترسیدی ها؟ نه خیر از کریس ترسیده. آره مستر 20 رو سابسکرایب کنید ویدیوهاشو ببینید و لذت ببرید. نه داداش حالت چطوره؟ میبینم داری به آهستگی میزنی. صادقانه بگم الان دیگه بازومو حس نمیکنم. واقعا؟ دیو چند تا زده؟ 32,000 تا. $32,000. ببین میدونم گفتم میخوام 1,000,000 ببرم ولی در طول مسیر یکم افتاده شدم. این دنبل صورتی مرگبار کار خودشو کرد. تو این کیسه آشغال $20,000 پوله. حاضری سر اون $30,000 ریسک کنی و یه بار این دنبل 10 کیلویی رو بزنی؟ اگه بتونی من این $20,000 هم بهت میدم و تو رو به خیر و ما رو به سلام. من ریسک میکنم. پس ریسک جبیر میکنی. نشی بعدم پشیمون شی. یه موزیک حماسی بذار روش بریم واسه $20,000. میتونه یا نه؟ 20 دست منه. داره خیلی آروم میره. تو موفق میشی. برو چیزی نمونده. آفرین برو. میتونی. از نظر من که تونه. باز پسش برمیاد. آره ازش قبول میکنیم داشت اون موفق شد. لطفا بگید یه دونه رو زدم. اینم جایزه. علاوه بر اون $30,000 این $20,000 هم اضافه گیرت میاد. کی تو سرده بچه؟ صادقانه بگم باورم نمیشه. نمیتونم بفهمم الان چقدر پول دارم. سلام ویرجینا میدونی چرا توی این اتاقی؟ نه شرمنده آوردیم توی یه جای عجیب غریب. خب ما میخوایم بچه‌ها میشه یه دقیقه کرم نریزید؟ من از جام تکونم نخوردم. میشه لطفا این چشمندو بپوشی؟ باشه. خب ما اینجا یه بادکنک داریم. بنده یه میخ تقدیم شما میکنم. بچه‌ها بادکنک رو تو اتاق جابجا میکنن. توی این بادکنک کلید یه ماشین خیلی خفنه. اگه بتونی تو 60 ثانیه آینده با چشم بسته بادکنک رو بتره کنی ماشینه میشه مال تو. زمان شما رو شروع شد. باشه. برو سراغش. اونجا دیوار آبجی. اون دیواره. متاسفانه اونجا هم دیواره. اون دیواره. ای وای من. گرمه. خیلی خوب بی زحمت این میخو بده به من. حالا خوشحالی کن. خب اینم از کلید ماشینی که از بادکنک افتاد. بیا بریم تا ماشین تو هم نشونت بدم. اینم یه ماشین نو خدمت شما. خدای من یه ماشین برنده شد. بزن بریم.
فقط با یه باد کلکتر کولر ماشین بردی. این آقا برایرین که اینجا زحمت کشیده و تمام حیوانایی که تو ویدیو بوده و واسمون آورده. منم به عنوان تشکر خواستم یه شات اوت بهش کنم و از شما بخوام که کانالش که اینجا سابسکرایب کنید. دمت گرم که کمک کردی کریسو عذاب بدی. خیلی حال داد. اصلا بخش مورد علاقه امروز. همچنین. خب رفقا مرسی که تا آخر ویدیو با من بودید. امیدوارم لذت برده باشید. مثل همیشه کانال تلگرام و پیج اینستاگرام من و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.